سلام علیکم بچه‌ها. خب من الان دارم میرم که توی کوچه خاک جمع کنم. فکر کنم از کاور ویدیو فهمیدید که چه خبره. با ما همراه باشید. این که از کجا بردارم و نمیدونم چرا من توی محیط باز که میام یه کاری انجام بدم استرس میگیرم. خب من چه میخوام با خاک بردارم؟ خاکم که مال خداست. حالا وسایل مورد نیاز. دو عدد دستکش پلاستیکی رو دست میکنید. ببینید بچه‌ها من خیلی حیونا رو دوست دارم. بعد دوست دارم که یه فضای خیلی خوشگل برای مرغام درست کنم، چون که واقعا حیوانات روح زندگی هست. یعنی حتما یه حیوان تو خونتون داشته باشید. گوه خوردم هیچی هم روح زندگی نیست. اینجوری میکنم چون که مرغا همش دیدیم که پاشون رو میکشن رو زمین، بعد اینجور اذیت میشه درد نگیره، و اینکه ناخوناشون بلند میشه میره زیر پاشون. اگه خاک باشه پاشون رو میکشن تو خاک و این پاشون رو میکشن. بچه آن تا نصف هم پر نشون. اسمشون هم که میدونی چون یکیشون که جوجه بود گرفتم، یعنی 3 تا گرفتم، ولی خب دو تا از جوجوام مردم و من کلی گریه کردم. یعنی کسایی که جزو فالوورای قدیمی من، خیلی هم قدیمی نه، چند ماه پیش بودن، میدونن که خیلی من ناراحت شدم. بچه ها مردن. من یه دونم که اسمش جوجو بود اون موند و الان بعد چند ماه دیدم که واقعا تنهاست. رفتم و یکی دیگه هم گرفتم که بذارم کنار جوجو. بعد اونم خیلی گوگلیه، اسمش هم کوکوه دخترم. 2 تا دختر دارم و واقعا گفتن که چجور هم سگ داری هم مرغ، واقعا با هم سازگارن. تقریبا تمومه، پر شد سطلم. بریم که پارک جوجوها رو درست کنیم. از اینجا تا خونه رو من نمیتونم فیلم بگیرم چون فکر کنم خیلی سنگینه. شت اصلا نمیتونم ببرم. کثیف شد. اینا هم میذاریم اینجا که محیط زیست آلوده نشه. من میرم اینو میذارمش توی خونه، از اونجا فیلم میگیرم واسهتون. من الان رسیدم خونه و واقعا پدرم در اومد. خیلی سنگین بود، به شدت سنگین بود. بریم که اینجا این پلاستیک تر کردم، اینجا رو شستم و دو طرف این تخت چوبا رو گذاشتم. اینا زحمت که کشیدیم، بخشه میکنیم. خب یکم خب کم آوردیم ولی که اشکالی نداره. خب میریم برای مرحله بعد. این از این کارشم براشون باز می‌ذاریم. حالا میریم سراغ پروسه بعد. این عروسکی که میبینید نمیدونم جوجوه من خیلی دوست داره روی بخوابه، پس اینو میذاریمش این دیشه که اگه خواست روی بخوابه نرم باشه و راحت بسش. این هم آقا رینجره که وسط عملیات کاری مزاحم میشه. خب اینجا هم شدت حسود هم همشو خراب. خب بچه من خودم نگاه بدم تو کار. این یه کلاگیس بود من داشتم، بعد دیدم که چند دفعه جوجو رفت روی خوابید. باز گفتم حالا تریمم آشیونه چیه؟ گفتم که اینم برشو بذارم اینجا. ظرف آبشونه بذارم تو بذارم داخل یا بیرون. من شرایط نگهداری گل طبیعی رو ندارم ولی اینو دارمش. هم ویو داخل دارن هم ویو بیرون دارن. ظرف آبشونه دوستش داشتم. تا اینجا نظرتون بگی بچه ها.
واقعا سخت بود که این کارا رو انجام بدم، هم ویدیو بگیرم. پس برید لایک کنید. بعد از اینکه ویدیو تموم شد سابسکرایب یادتون نره. دیگه خودم نمیتونم پیدا باشم. اینم ظرف غذاشونه. بعد پیشنهاد شما که بیرون بزنم. اگه اینکه دیگه شب و غذاشون رو بذارم داخل تا اینکه بیرونم اینجا باشه. خب تا اینجا تموم شد. رینجر رو بچه رینجرم رفت پیششون. آقا خب شد دوباره رینجر اومد. برو پرنگل میشی بدو. امیدوارم که از این ولاگ کوتاه خوشتون اومده باشه. بچه گربه هم اینجا داره رد میشه. امیدوارم از این ولاگ کوتاه خوشتون اومده باشه. خیلی دوستش داشتم. آخرشم زخمی شدم. دیدید که لایک و ساب یادتون نره. عشق منید. خدا نگهدار.